توی روانشناسی رابطه میان میگن که بهتره که شما اگر میخوای از کسی ایراد بگیری یا یکی از نقاط ضعف یک نفر رو بهش عنوان بکنی که داره تو رو اذیت میکنه، در ازاش حداقل 5 ویژگی مثبت طرف مقابل رو عنوان کن که گارد دفاعی طرف مقابل نیاد بالا و باعث بشه که اون حرف و اون احساسی که شما داری شنیده نشه. مسلما هر کسی، هر فردی یک سری نقطه ضعف داره، یک سری نقطه قوت ها و مجموعه همه اینها یک فرد رو تشکیل میده. مسلما ما هیچ کسی رو نداریم که 100% بد باشه، هیچ کسی هم وجود نداره که 100% خوب، پرفکت و بدون نقص باشه. شما تصور بکنید که من با یکی از نقطه ضعف‌های طرف مقابلم مشکل دارم، مثلا با شلخته بودن مشکل دارم. من برای اینکه بیام اون نقطه نظر منفی، اون نقطه ضعف رو بیان بکنم، بهتره که قبلش 5 تا ویژگی مثبت طرف مقابل رو بهش بگم، بهش عنوان بکنم. این شکلی چی میشه؟ باعث میشه که طرف مقابل بگه آهان، پس خوبیای من رو هم دیده، فقط نمیخواد از من ایراد بگیره. ولی اگر من بخوام اول بسم الله انگشت اشاره‌مو ببرم به سمتش و بگم تو شلخته‌ای، از خودش دفاع میکنه. هر کسی باشه این کار میکنه، میگه که خب چرا این حرفو میزنی؟ نه خیر، من این کارو میکنم. و سعی میکنه به جای پذیرش حرف تو و برای اینکه بهش اصلا باعث بشه شما به یک نتیجه خوبی برسید، میاد از خودش دفاع میکنه و نمیپذیره.